کیف پول سخت افزاری چیه و چرا داشتنش این روزها مهمه؟ اگه در زمینه ارز دیجیتال فعالی و دنبال امنیت بالاتری برای نگهداری دارایی‌هات هستی، خیلی مهمه که یک کیف پول سخت افزاری داشته باشی. کیف پول سخت افزاری در واقع یه دستگاه فیزیکیه که کلیدهای خصوصی تو به صورت آفلاین نگه می‌داره. یعنی چی؟ یعنی اصلاً به اینترنت وصل نمیشه، پس خطر هک هم نداره. حالا چرا داشتن کیف پول سخت افزاری مهمه؟ چون تا الان کلی از سرمایه‌دارای بزرگ دنیا به خاطر هک شدن کیف پول نرم افزاریشون ضرر کردن. با داشتن یک کیف پول سخت افزاری امن مثل لجر یا سیفپال یا ترزور میتونی از این خطرات جلوگیری کنی. فقط کافیه برای ارسال ارز دیجیتال کیف پولت رو وصل کنی، تراکنش رو امضا کنی و تمام. تنها نکتهش اینه که کار کردن باهاش ممکنه کمی پیچیده باشه و البته قیمتش هم نسبت به ولیدهای نرم افزاری بیشتره. خب ولی در عوض خیالت راحت تره. پس اگه قصد نگهداری بلند مدت ارزهای دیجیتال رو داری، این کیف پولا میتونن بهترین انتخابت باشن.